امروز جامعه یهودی ایرانی لس آنجلس و لیک‌وود و بالتیمور و میتونم به جرئت بگم خیلی جای دیگه آمریکا همه در یک شوک بزرگ هستیم به خاطر یکی از خانواده‌های سرشناس، خوشنام، زحمتکش جامعه، خانواده عزیز نیداوود در یک سوگ بزرگ نشستن و همه ما رو به خودشون در یک غم و اندوه بزرگ فرو بردن. خبر دیشب رسید آخر شب و امروز صبح همه با این خبر بیدار شدن و همه نام هستیم که پسر 30 سالشون ربای الیاهو نیداوود یا اونطور که ما صداش میکردیم الی، حدود 1 سال پیش با یک دختر بسیار بسیار عالی، کسی که لایقش بود، خانم ریزل روتنبرگ از شهر لیک‌وود، با هم ازدواج کردن، شهر لیک‌وود زندگی میکردن. ربا الیاهو نیداوود، الی و ریزی تورا درس میدادن و 9 ماه خانمش حامله بود. دیشب داشتن میرفتن یه عروسی و متاسفانه یک تصادف هولناک در برف صورت میگیره و الی و ریزی و این فرزند 9 ماهشون، جنین 9 ماهشون از بین میرن. روحشم ندن. همه شوک هستیم. امروز وقتی که چندین هزار نفر داشتن آنلاین به طور زنده مراسم خاکسپاری توی لیک‌وود نگاه میکردیم، مطمئنم هیچ چشی خشک باقی نمونده بود، همه گریه میکردیم. چرا؟ واسه چی؟ یک جوون اینطور، 2 تا جوون، یعنی از این خانواده بسیار بسیار زحمتکش جامعه. میدونید خانواده نیداوود از اشخاصی هستن که پایه های تورای لس آنجلس محسوب میشن. مدرسه های زیادی باز کردن، کنیسه های زیادی باز کردن، به چقدر سازمان ها کمک کردن و میکنن، خسد احسان کردن، صدقات دادن، زحمت کشیدن. و فرزندشون الی هم همینطوری بود. هدفش این بود که بیاد یک سازمان توی لس آنجلس را بندازه برای ترویج تورا. دوستان خیلی تماس گرفتن که واقعا نمیدونن با خودشون چیکار کنن و فقط میشه آدم اینو بگه که عقل عاجز و زبون قاصره که آدم میخواد اصلا حرفی بزنه. هنوز همه شوک هستیم. چند تا مورد رو با هم دیگه در میون میذاریم ببینیم شاید بشه کمک بشه بهمون، به خودمون و مخصوصا برای خانواده عزیز نیداوود که از صمیم قلب آقای کامران نیداوود، خانمشون یاسمن، هممون بهشون ارادت داریم، دوستشون داریم، امیدواریم خداوند به قلبشون تسلی بده، به همه ما کمک کنه که ما تسلی و نخامه پیدا بکنیم. تو عبری کلمه لاما، لامد ممه، میشه اعرابش رو تغییر داد. به جایی که لاما معنی چرا بده بشه لما، یعنی به چه منظور، خدا از این کار چه منظوری داشت و معمولا اینه که ما چه درسی باید ازش یاد بگیریم، قراره چیکار بکنیم، چطور ما میتونیم آدم بهتری باشیم، چجوری میتونیم کمک کنیم. به جایی که بگیم چرا بگیم خدا از من چی میخواد تو این موقعیت، من چی میشه ازش یاد بگیرم، کجا میتونم یه تأثیر مثبت داشته باشم، کجا میتونم خودم و یا دیگران یه تغییر خوبی مثبتی توشون پدید بیارم. یکی از روانشناسان خیلی معروف که دیگه در قید حیات نیست، دکتر الیزابت کوبلر راس، 1969 کتاب نوشت On Death and Dying، درباره مرگ و سوگواری، و توضیح داد که 5 مرحله وجود داره در هنگام سوگواری که حروف اولش میشه دبدا، DABDA، depression و denial اولین قسمتشه، بعد anger و بعد bargaining، then depression، بعد then acceptance که به فارسی میشه مرحله اول میشه انکار، مرحله دوم میشه عصبانیت، مرحله سوم میشه چونه‌زنی یا صحبت کردن، مرحله چهارم میشه افسردگی و مرحله بعدی میشه برخورد پذیرفتن. من این 5 کلمه انتخاب کردم چون میشه اکرونیم حروف اولش بشه اعصاب، انکار، عصبانیت، صحبت و چونه‌زنی، افسردگی و برخورد پذیرفتن که همه انسان ها این 5 مرحله رو یه طوری طی میکنن. بعضیشون ممکن اصلا احساس نکنی، بعضی ممکنه 1-2 ساعت 1-2 روز باشه، بعضی ممکنه 1-2 ماه تا 1 سال طول بکشه. به شخص بستگی داره، به موقعیت بستگی داره و همه ما الان تو اون حالت ممکنه باشیم. بعضی هنوز همه ما ممکنه تو دینایل باشیم، یعنی در انکار، امکان نداره. با افراد خانواده صحبت میکردن، یوسف خیم عزیز دیشب میگفت که ربای این یه اسپمه، یه نفر به ما الکی زنگ زده از هند
داره با ما بازی میکنه، این حقیقت نداره، این انکار، این دینایله و طبیعیه، نمیخوام قبول کنیم. به این نفر میگن خدای نکرده سرطان یه مریضی بد دیگه داره، بهش میگن چند بیشتر وقت نداری، من آدم انکار میکنه، نه غیر ممکنه، درست اشتباه کردن، دوباره تست میکنن. این انکاره و طبیعیه، یه حالت بسیار طبیعی، حالت شوکی که انسان نمیتونه به خودش تازه رو قبول کنه. مرحله بعدی عصبانیت، خشم، ابراز خشم، انگر، که انسان میخواد یک طوری کنترل داشته باشه و چون میتونه مسئله رو کنترل کنه، با احساس قوی و محکم انگر سعی میکنه با این مسئله بجنگه. این هم احساس بسیار طبیعیه. کسی اگه به شما میگه من عصبانی ام از دست خدا، از دست فلانی، از این، بذاری میگه عصبانی، بگین درکت میکنم، حق داری عصبانی باشی، از دست خدا هم حق داری عصبانی باشی. یه بذار احساسشو ابراز بکنه تا تخلیه بشه. مرحله بعدی بهش میگن چانه زنی، بارگینینگ، میگم صحبت، که بشه کلمه اعصابو درست کرد باش. انسان تو ذهن خودش، تو زبونش سعی میکنه چونه بزنه. اگه کسی مثلا بهش مریضی گفتم، بگه من این کارو میکنم این حالش خوب شه، خدای من اینجوری اینقدر صدقه میدم، همش خوبه، کارای مثبت، کار درستیه. یا کسی بگه چرا فلانی رفت، چرا این بره، چرا فلان کاری نکردم، آدم بره هی سعی کنه مسئله رو بهش فکر کنه، دنبال راه چاره بگرده، بگه شاید میشد عوضش کنم، شاید به چه کاری درش انجام داد. اینم مرحله بسیار طبیعیه. مرحله 4 مرحله افسردگیه که من بیشتر دوست دارم بهش بگم سوگ به جای افسردگی، گریف. امروزم تو کتاب تازه روانشناسی DSM-5 جدا کردن سوگ، گریف رو از دیپرشن، از افسردگی، به خاطر اینکه افسردگی ممکنه بعضی وقتا هورمونال داشته باشه، همینجوری پدید بیاد، ژنتیک پردیسپوزیشن، انسان نسبت به افسرده شده مثلا ژنتیکلی یه تمایل بیشتری داشته باشه، دست خودش هم نباشه، ولی اندوه و سوگ و غم و غصه و حزن که پدید میاد به خاطر اینکه انسان یه چیزی خارج از دست خودش، و همه با سوگ دست به گرمه ممکنه یه لحظه در زندگیشون، یک جایی در زندگیشون، و چاره ای نیست، اجتناب ناپذیره و انسان بتونه باهاش دست و پنجه نرم کنه، این حالت افسردگی میتونه پشت سر بذاره و طبیعیه. بعضی ممکنه چند روز، بعضی چند ماه. یعقوب آوین در اندوه و سوگ یوسف بود و هیچ کاری نمیتونست انجام بده. مرحله آخر مرحله برخورد پذیرفتنه، اکسپتنس، که آدم قبول میکنه موقعیت تازه رو، میگه کاری نمیشه کرد، همینی که هست، سعی کنه یه چاره تازه پیدا بکنه. و اینا مستلزم اینه که انسان بدونه تو زندگی پارادایم شیفت، تغییر عقیده دادن. نخاما همین معنی میده، نخام معنی تسلی میده، ولی ولو نخام الوکیم در خیلی سپریشتیم و این مشم تغییر عقیده داد از این مسئله ای، یعنی از یه دیدگاه دیگه مسئله نگاه کردن. درباره سامین ویزنتال سنتر میگن که سامین ویزنتال اومد وقتی از هالوکاست اومد بود بیرون و اصلا و ابدا نسبت مذهبی ها بسیار عصبانی شده بود و علاقه نداشت، تا اینکه روز برخورد به شیخ مذهبی میگه من هرگز از خدا و تو هیچ خوشم نمیاد. به خاطر میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که اردوگاه کمپ بودیم یه نفر اومد سیدور داشت و به دیگران میگفت اون مقدار قوت لایموتی که یه تیکه نون با یه مقدار سوپ بهتون میدم باید یکی از به من بدین تا به شما من سیدورم بدم که هر روز تفیلا بخونید. و میگه من اینو دیدم، مردم صف میبستن به این، همینطوری در روز این غذای ناچیزی که داشتن میدادن و این سوء استفاده میگن ازش من متنفر شدم، دین، مذهب، همه چی دروغه. اون شخص بهش گفت بهت حق میدم، ولی اگه جای تو بودم اینطور نمیشدم. میگه چطور نمیشدی؟ میگه به خاطری که تو چرا میری به اون یک آدم پست فطرتی نگاه میکنی که سیدور خودشو به خاطر غذای دیگران به گرو میداد. این گروگانگیری بود. چرا نگاه نمیکنی به اون صدها نفر که حاضر بودن تو اون جهنم غذاشونو از دست بدن برای اینکه لحظه‌ای با خدای خودشون راز و نیاز کنن؟ چرا به اونا نگاه نمیکنی؟ آیا اونام دیوونه بودن که با تو هم قطار و هم ردیف بودن؟ اونام تو همون سیاه چال زندگی میکردن. این نظر سامین ویزنتال رو عوض میکنه و میگه تو زندگیم تماما راه زندگیم عوض شد که سازمانه خیلی زیادی که برای هالوکاست درست کرد کار دیگه انجام داد. This is paradigm shift که انسان تو زندگی میتونه و مرحله پنجم که بتونه برسه، این که بتونه به یک زاویه دیگه مسئله نگاه بکنه که ببینه از این من چی میتونم یاد بگیرم. داستان خیلی معروفی که تعریف میکنن، مثال معروفی که میزنن که صدفی که ته دریاست
همینجوری دهنشو واز نگه داشته و بعضی وقتا به جایی که بتونه از آب و مواد غذایی که توی آب استفاده کنه یا یک ریگ، یک شن کوچیک واردش میشه و صدف بسیار حساسه، دردش میاد، امعای وجودش به درد میاد، مثل که جیگر آدم کباب میشه. صدف به محض که شیء خارجی احساس میکنه میبنده دهنشو که بتونه یه جوری با این درد که داخل وجودش شده دست و پنجه نرم کنه. شروع میکنه ترشح کردن یک مایع که بتونه دور این شن یا ریگو بگیره که جلوی دردشو بگیره. چندین وقت بعد این صدف رو باز کنید، توش یک مروارید گرانبها میبینید که این مروارید واقعا همون ریگ، همون شنی بوده که این ترشح صدف باعث شده یک شیء بسیار گران قیمت تحویل دنیا داده بشه. و اون ما هستیم که تو زندگی یک مسئله‌ای به ما واقعا فشار میاره، تو وجودمون اندوه جانگداز میشه و اگه انسان بتونه با ایمانش، با توکلش، با اینکه رو خودش کار میکنه، با اینکه از هر چی داره استفاده میکنه که بتونه این درد و رنجو روشو بپوشونه و باهاش یه جوری کنار بیاد، اون بر خود پذیرفتن مرحله آخره که ممکنه برای بعضی هرگز پدید نمیاد، طبیعیه، نمیتونیم به هیچ وجه کسی رو سرزنش کنیم، ولی اگه کسی بتونه این کارو بکنه، صدفی که پدید میاد بسیار ارزشمنده. یه شخصی بودش که چند سال پیش، 10 سال پیش تو نیویورک جلو چشش اومد بیرون از کنیسا، دید یه آقای افتاد رو زمین و حمله قلبی داشت، سعی کرد کمکش کنه، نمی‌دونست چیکار بکنه تا 10 دقیقه بعد که وقتی آمبولانسوان شخص از دولام رفته بود، گفتن اگه یه نفری همون 2-3 دقیقه اول به این کمک اولی میرسون میتونست نجات پیدا بکنه. این شخص گفت من میرم مدرسه، یک کورسی 1-2 ماهه برمی‌دارم و سعی میکنم پارامدیک بشم، کمک اول، امداد اولیه بشم. و بعد سازمانی پدید آورد به اسم حدسالا، یعنی نجات دادن، که الان صدها هزار نفر تو تمام دنیا هستن که کمک میکنن و صدها هزار نفر رو نجات دادن به خاطر که این شخص یک مسئله اذیتش کرد. به جای که بگه فقط بگه لاما چرا، گفت لما من از چی یاد بگیرم، من چه وظیفه‌ای میتونم اینجا ایفا بکنم، چه نقشی ایفا کنم این نفر دیگه بتونم نجات بدم. این دست و پنجه نرم کردن با درده. میگن وقتی یه صدیق از عالم میره، خصایل خوبی که داشته، چیزایی که روش کار کرده، اونها همینجوری توی هوا پخش میشن و انسانای دیگه که میخواستن از این شخص چیزی یاد بگیرن، الان به دست آوردن اون خصایل براشون خیلی راحت تره، میتونن بقاپن، میتونن بگیرن. واقعا الی و ریزی دارای خیلی خصایل خوبی بودن، خیلی، انطور که ما میشناختیمشون، انطور که همه دوستان امروز صحبت کردن در مسائل خاکسپاری. یکی لبخند و صورت بشاشی بود که الی همیشه داشت، به همه احساس دلپذیری میداد، با خوشی، با شادی نشاط پدید می آورد، با صدای قشنگی که داشت، همیشه تفیلا میخوند، خزان بود، آواز میخوند، خزان کنیسا بود، همه میشنیدیم. و این واقعا یک هدیه الهی که خود من به خانواده نیداوود داده. میدونیم خانواده هستن که با آقای مرتضی نیداوود نسبت دارن، کسی که آهنگ زیبای مرغ سحر رو به دنیا ارائه داد. و الی هم مثل پدرش آقا کامی اشنک لحفدی، همشون داره صدای زیبایی هستن، برادرشون یهودا، همشون از صدایشون استفاده میکنن دیگران رو شاد بکنن. الی اینطوری بود، حتی در موقعی که چالش‌های زندگی داشت، فراز و نشیب‌های اجتناب ناپذیری که باش برخورد کرد، همیشه لبخند میزد، به دیگران همیشه احساس خوبی دست میداد. میتونیم از این استفاده کنیم، ایجاد احساس دلپذیر دیگران، که دیگران ناهو مقبلت کل آدم به سر پانیم و دیگران رو با لبخند بپذیریم، احساس خوبی ایجاد کنیم. پشت کاری که در مطالعه و یادگیری تورا داشت، یه راو بود، یه ربای الی تو یک یشیوا درس میداد. شاگرداش چقدر الان واقعا غمگین هستن. علاقه‌ای که داشت به دیگران آموزش بده، تورا رو یاد بده. هدفش این بود که یهودا برادرش گفت ما این هدف رو دنبال خواهیم کرد و یاد تو زنده نگه خواهیم داشت. اینکه تشویق کردن دیگران، تعریف کردن دیگران، چقدر گفتن که خودش و خانومش همیشه میگفتن من خوشبختم با تو ازدواج کردم. میگم نه من خوشبختم با تو ازدواج کردم. میگم من خوشبختم که دوماد بابات شدم. میگم من خوشبختم که عروس خانواده شما شدم. این تشویق کردن که میتونیم نسبت به مخصوصا همسر خودمون، بچه‌هامون و عزیزامون ابراز بده. احساس مسئولیت کردن برای دیگران. چیکار از ما میتونیم انجام بدیم؟ مثل خانواده‌شون، خانواده نیده بود که همشون زبان زد خاصه هم هستن که چقدر تو کامیونیتی، تو جامعه زحمت کشیدن، چقدر سازمانهای خیریه اینا راه انداختن و ساپورت کردن و میکنن. و
آخرین هم که بزنه مثلا علاقه مفرط این که انسان داشته باشه که من تو جامعه تاثیرپذیر باشم. الی لبخند میزد و همیشه لبخندش یادمونه و فکر کنم واقعا بهترین مصداقی که میشه برای الی و همسرش ریزی گفت اینی که شاعر میگه روزی که تو چشمت بگشودی به جهان، مردان همه خندان و تو بودی گریان. کاری بکنه ای عزیز وقت رفتن، مردم همه گریان و تو باشی خندان. روحشون شاد. امیدوارم که همه ما یک درسی از این یاد گرفته باشیم و به کار ببریم و مایه آرامش و شادی روح اونا بشیم، همونطوری موجب آرامش بازماندگانشون. آمین که